شمون پرسی 93 ساله در بیمارستان تل‌آویو درگذشت. رئیس جمهوری سابق اسرائیل 2 هفته پیش با خونروی مغزی به بیمارستان انتقال یافته بود. پرس به طور صنعی به حالت بیهوشی برده شد و پزشکان توانستند او را در حالت معتدل نگاه دارند. اما روز سه‌شنبه وضعش بد شد. خبر مرگ او را روز چهارشنبه پسرش خیمی رساند. به نقلیه سیاستمدار آرامانه با دنیا پدرود گفت. شمون پرس 2 آگوست سال 1923 در حدود بلاروسی حاضره به دنیا آمده است. او از سال 1948 هنوز از زمان بنیاد اسرائیل در همه حادثه های تاریخ ساز این کشور شرکت کرده است. در مدت 70 سال حیات سیاسیش در مقام های زیادی رهبری فعالیت داشت. 2 مرتبه رهبر حکومت اسرائیل و در سال 2017 تا 2014 پرزیدنت این کشور بود. سال 1994 بعد از امضای قرارداد صلح با فلسطین، شمون پرس همراه با نخست وزیر اسحاق رابین و یاسر عرفات رهبر فلسطینیان صاحب جایزه صلح نوبل شد. مراسم دفن شمون پرس روز جمعه برگزار می گردد. قرار است باراک اوباما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و همچنین دیگر افراد بلند مقام در مراسم ویدو با سیاستمداری که به رمز یک دوران تبدیل شده است شرکت کنند.